سلام بچه‌ها، چطورم؟ من رفتم هستم و خوش اومدین به یک ویدیو دیگه از بازی از شب‌های خون. خیلی استقبال اصلا اومده بود که بیاد. آره من اومدم که این بازی رکورد کنم و خیلی دوست داشتین و آره من اومدم بازی رکورد کنم و هنوز موضوع برای تامنیلش پیدا نکردم ولی اومدم رکوردش کنم و این بازی باشه که نمیدونید برید توش دوباره ریست میشه و من رفتم تا جایی که فکر میکنم رفته باشم. 3 تا شب مونده که بعد با هم، البته 4 تا شب باید با هم بریم. 4 تا شب مونده که با هم بریم و میگه چه لباس اینا پناهشکست امنیتی کجاست. خب یه مشکل پیش اومد. پناهشکست امنیتی متاسفانه نمیتونم بیارمش. چند تا از پارتاش کلا حذف شده دیگه، واسه همین چند روز دیگه نیومده. من بهتون قول دادم که بیاد ولی نیومد به خاطر اینکه چند از پارتاش حذف شده. بعد خودم خیلی ناراحت شدم، دیگه حوصله ادیت کردنش بقیه‌شو نداشتم. پارتای اصلا یک تا 10 حذف شده بود. من گفتم بقیه‌شو چطوری من باید بحق و آره از 80 تا فکرم تقریبا میشه گفت 30 و چند تاش حذف شده و اصلا نمیشه گذاشت. از پارت اولش هم حذف شده، یعنی پارت بعدیش هست. میتونم اونا رو بذارم ولی هیچ ازش در نمیاد و آره هیچ ازش در نمیاد. ولی من تو قول میدم که پناهشکست امنیتی دی‌ال‌سی جدیدشو میذارم براتون، فقط مارم زیاد نباشه. و خواستم بهتون بگم که سری بانم تو راهه و من تو نظرسنجی روبیکام یه نظرسنجی گذاشتم که ببینم شما گفتین کدوم چنل رو من می‌کنم چنل گیمینگم تو یوتیوب که قراره دیگه از این به بعد توی چنل آپارات ماینکرافت مثلا شما تو چنل یوتیوب تماشا می‌کنید. یه قراره البته تو آپارات تو آپارات فعلا یوتیوب آپارات هر دو تا میذارم و امیدوارم خوشتون بیاد. و آره این پارت دومه، پارت اولش رو نمیذارم تو یوتیوب ولی تو آپارات هست، برید نگاه کنید. و 100 تایی شدیم، هورا خیلی خوشحالم، بیشتر از خوشحالم و قرار بود سری وبلاگ‌ها رو بگیریم که میخوام برم بگیرم. همه چیز آماده است. این بر بچه‌ها باور کنید این بر لباسا رو رفتم خریدم خودم درست کردم و قرار ماینکرافت رو در واقع انجام بدیم که خوشتون بیاد. بعد دیگه پر حرفی نکنم، بزنم بریم سراغ ویدیو. لتس گو. آخر واسه من بیارم پایین این کیبورد نمیدونم چرا من حرفم میذارمش پایین. آخ کجا. خیلی خب من فکر کنم آخرین بار این شب رو رفتیم، اما من میخوام الان دوباره برم چون باختم آخرش و آره اومدم الان برم خودم و یا اول فصل خودتون نگاه کن چقدر واه بله فعلا بریم. شبا خیلی داره ترسناک میشه، من بدون شما نمیتونم برم. Hey William, how's the progress of the new location coming? Hey Henry, everything's going well. The animatronics are on track and I'm confident about meeting our opening date. That's good to hear. However, I need to emphasize that safety is our top priority. And we can't afford any mistakes. Pressure to meet the deadline might cause you to rush things. I understand your concern, but rest assured that safety is always my top priority. I know what I'm doing, and I won't take any unnecessary risks. I hope so, but I've been hearing some worries from others that your methods of work could lead to some problems. They're also worried that your recent divorce might affect your judgment. My personal life has nothing to do with my work. As for my methods, they have always worked in the past and will work now. I have everything under control. I see. Just remember that I'm here to support you and the company. If you need any help or advice, don't hesitate to ask. Thank you for your offer, but I've got it covered. I'll keep you updated on the progress. Please do. And keep in mind that safety comes first. We don't want any injuries or accidents. Of course, Henry. Talk to you soon. Take care, William. اگه نمیدونم چی شد، مکالمه هنری و ویلیام بود که ویلیام داشت سوال ازش میپرسن. به آقایزار این دفعه جدید پارسا از دیگه زیرنویس کن جون مادر دیگه. خیلی خب بازگشت و بچه اگه نمیدونید اونو زیرنویس نکن، این گوش کن، اینو خواهم زیرنویس کن. این بیدار میشه، پا میشه و من زهر ترک میشم. میفهمید یعنی چی؟ زهر ترک.
امیدوارم که این مکعبی نرسه، چون یه گند زدم که نمیشه دیگه دمش کرد. بیدار نمیشه. و بچه زیرم در برین پاپت اینجا در میاد، پاپت دلقک اینجا که فعلا کسی نمیاد. این بیا پا شد دیدید پا شد دیگه، به قرآن پا شد. البته حرف کنم باید بشین دیگه، نه؟ آره میشینه، ولی من میترسم خدا وکیلی پا میشه و هیچ کار نمیکنه، ولی میترسم اون جامپ اسکیر کنه. ببین الان این پا میشه، این اندوسکلتون پا میشه. تو پاشی من همین امیدوارم که زد بشه. اگه زد نشه که دوره بعد اینا رو بریم، اما اشکال نداره، این شب رفته بودیم. پس کلن خب این که هنوز این وره، این هم که پانه سلام. و آره قد شد که ترسیدم بابا. بچه ها کات خورد، من کات نکردم دیگه، نمیتونست بگیره، فضا داشت پر میشه. به بعد اینو تنظیم کنم که کی قد نشه. من وسط ویدیو قد شه دهنم صاف میشه خدا وکیلی. من باید اینا رو پیوند بدم به هم دیگه. دوستان عزیز توجه ببین الان ببین براش حاجی فردوسی پور، نه یا اینور برادر فردوسی پور، آقای فردوسی پور شما اینجا باشید برادر ترسیدم یه دقیقه دندون چند ساعت بود؟ چند 4 ساعت 2 ساعت 2 ساعت کشید. درا رو میبندیم اومد نه گنو هست بچه، درا رو میبندیم راحت، درا رو میبندیم مثلا انگار نه انگار درا بسته همه خست. بچه من اینو نفهمیدم، این هنوز نیومده اینجا یا اومده جلو ده. ببین من چقدر در واسه ببینم. این الان اینجاست، اینجا بود، یعنی بعد بیاد اینجا میاد، نمیدونم الان اینجا باید باشه و این نیست. و این منو خیلی 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 بد نگه داره. خیلی خوب فعلا که دروازه یکم پرشه بابا. آها اینو جلو، بچه اینو جلو داره. بعد ببینید الان من درو باز کنم نیست کو. شما اینجا بانی میبینید؟ نه بانی کو نیوازو ببینم. شایتین what the فهمیدم کجاست، فهمیدم این در ماست، اون در ما نیست. یا قبل فصل کل مدت اشتباه بود. فردی داشت راه میافتاد، فردی راه افتاد. من تازه هتل فهمیدم چی شد. فردی نه بانی. خب فردی سلام فردی، سلام عزیزم، سلام قربون. ببین نیا یا من ماچت میکنم بعد نیا. اوکی نیا سلام علیکم، حالی چطور فیلیدی؟ نیا. اوکی برادر عزیز نیا. دوربینا بذار. فردی که همینجا هست. اوکی تمام شد. فردی رو افتاد قشنگ من مردم از ترس.
خیلی خوب این دفعه این دفعه بانی من چون مثل بازی فایو نایتس فرده من بانی سرشون چون خرگوشه من نمی‌دونم چیه و یکی اومده به من میگفت که اون آلتیمیت کاستوم فن خب من میدونم فن گیم نیست من میدونم بعد تو سایت فن گیم ها بود و بعدش اونقدر به بازی اصلی ربط نداشت تو کامنت هم براش نوشتم ولی فکر کنم ندیدم سلام الان ما داریم روح میگیریم ازش یا چی تسخیر شده سلام بانی خوبی عزیزم خیلی خب من سلام چطوره من دوباره اومدم و آره جالبه که اینه که الان من قطعا بگم آره ضبط میشه خدا رو شکر و آره کل ادیت بعد ازش انجام بدم کل کار انجام بدم و آره خب بزن بریم شب بعدی من میترسم منم با ذکر مثال بهتون میگم من میترسم خدا وکیلی ببین اینو من رد کنم دو تا شب بعدی سخت ترین شباست آره آقای ادیتور زین Hello, William. How are you doing today? Hello, Henry. I'm doing well, thank you for asking. How about yourself? I'm doing all right. I wanted to touch base with you about something. I heard that some of the employees saw a preview of the new animatronics design, and they were a bit concerned that they looked a little too scary and robotic. What were your thoughts on that? Well, I can understand why they might think that. But I assure you the final project will be much more child-friendly. The employees only saw a work in progress, and we're still fine-tuning the details. I hope you're right, William. We don't need any negative experiences from our young guests. As I mentioned before, I've been studying child psychology to ensure that the animatronics create a positive and safe experience. I'm confident that we'll achieve that goal. I believe my robots will be the best around. All right then. I trust your expertise in this area. On a personal note, how are you holding up with the divorce proceedings? It's been a difficult time, Henry. I won't lie about that. But I'm doing my best to keep my focus on my work and my children. این دیگه چیه؟ یا خدا فکر کنم دیده بودم فکر کنم وایسا از این ور میاد فکر کنم Greetings, my dear employee. Congratulations on making it to night 3. The simple fact that you're here از این ور میاد بچه‌ها از این من فهمیدم از این ور میاد علم غیب گفت از این ور میاد بچه‌ها از اون پشت اون دره میاد آره این الانم گفت that we can count on you for another week of your excellent service. Unless you've got some big dreams. دوتاشون دارن میان ببین جدی گرفتن رومون. You know I want to know every little detail going on in this fine establishment. But if you didn't report nothing this morning, I'll پاپت که نمیاد چون تصویر نگفت Speaking of which, have you ever wondered how this place operates during the day? Despite all the rumors and investigations, it's من میترسم من تجربه نکردم اینو این اصلا عادلانه نیست که یه نفر رو میندازی تو جونتون چند دقیقه گذاشتی؟ وای نه یک ساعت بگذره من راضیم این کود میخورد من قراره اینو تمام کنم این پای ندم شده چک میکنم ولی خب چک میکنم نمیخوام تو اینا هم هیچ کس نمیخواد اگرم از نویس کنم گفتم چون اصلا به درد بخور نیشه که باید نویس کنم همش داره وای نه من دارم میترسم مثل چی هنوز نیومده اومده یا نه بابا من دارم مثل چی میترس پشت درمه قشنگ وای قشنگ اینجاست
قشنگ اینجاست، قشنگ جلو درمه، قشنگا. وای این اومد فردی، من نمیبینم تو را. فردی برادر، فردی پاپتم میاد. بابا نگو پاپت کجا بود، من کورم یه چیز دیگه. پاپت 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 هر کی منو بخوره فوش گذاشتم برای شدید توپل ناناز مامانی. وای پاپتو پاپتو، وای نبی بیرون این بر. وای وای دارم از استرس سقط. بابا چرا میریزید؟ من همین الان من غلط بگم خوردم راضی میشی؟ به مولا که خوردم، به مولا من. بابا بی پاین. پاپت 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 نیست. پاپت پاپت اصلا پاپت 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 نه 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 نیستن، نیست. این در رو ببند، اینم ببند. من وای میسم، من صبر مکینیم. وای ساعت 2 هنوز فعلا. اینجا که هیولای میاد کلا خیلی خوشحالم. این ورم که اینو باز میزنیم فعلا چه کسی نمیاد. این ورم نه، این ور نیومده، اینم نیومده. تو سالن اصلی هم نیست. در اون یا باز گذاشتم که تو سالن اصلی هم نیست. به پایین بریم. پاپت پاپت امری نداره. خیلی خب این که فعلا اینجاست، نیومده نزدیک. این چی؟ هر وقت اومد. خیلی خوب اومد. نیومده. پاپت زیر. بله بابا در بابا برو جون مادر. برو 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 برو. بابا رفت. بگو رفتی دیگه. رفت. پاپت 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 برو تو. بابا دارم من فردی من کورم یا فردی رو نمیبینم. فردی فکر کنم فردی نزدیه. یه حسی بهم میگه فردی. آره این فردی که اومد هنوز نمیره جلو. در خدا رو شکر. یا ابوالفضل. وای نه پاپت برو تو. پاپت بزنم. نه اصلا در مورد چیزی که دیدم نمیخوام الان صحبت کنم اصلا. دارید میذارید دممون بد. رفت این پا شد. وای پاپت مگه من شوخی دارم با تو برادر اعظم؟ وای 2 ساعت دیگه. ببین فقط 2 ساعت میخوایم همینجور روند و پیش بریم. عالی است. 2 ساعت میخوایم. 2 ساعت. بیرون این ور چک کن. پاپتو چک کن. پاپت نیست. عالیه. خیلی خوب همه ور چک میکنیم. فعلا کسی نیومده. همه تو مقر روشونن. نه شاید هم نیستن، نمیدونم، اطلاعی ندارم. فعلا کسی نیست. فعلا من خوشحالم اصلا که کسی نیست. بذار من دقیقه درا رو ببندم. یکم درا رو ببندم. واسه اوه این همین بغل بود. این همین بغل من درا بستم. خدا رو شکر چه خوب. آها این فردی اینجاست. خدا رو شکر. خب پاپت نیومده هنوز. خدا رو شکر. خب این فردی که اینجاست هنوز نیومده. این هم که اینجاست. این اینجاست نیومده. خیلی خب این وای نه بیا کوکو رفت. آره اینجاست. همه واسه اینجاست. بیا
این چی؟ این رفت. در باز کن. پاپت آها. برو پاپت رفت. پاپت این رفت به قرآن. نیا. پاپت من چرا یه قفلی زدم رو پاپت تو حلقمه. فوش میذارم. خب این رفت. در اینو باز کن. نیا ببند درو. بابا نیام. برو جون مادرت. بابا نیا این دیگه. الان این وقت وای نه. برو جون مادر. به من التماست میکنم قسم میخورم. برو. What the heck is going on? این دیگه چه موج؟ این همونی که همون برداشت منو میخورد. یا ابوالفضل. خب ببر این پوستا چیه؟ اونجا هم وسیله کاری که ما از این محل مخلوقاش هم جایی که میاد. تو بخواه سلام ما رو خورم میکنم جلوتیم. چون نمیاد ما رو بخوری؟ خدا وکیلی خاموشی؟ منطقی. خب بچه هم پارت بعد اصلا نمیرم. اونا رو نمیرم. میمونه برای پارت بعد که همه چه آروم شد. چون که الان هم ویدیو طولانی شد هم این که What the heck is going on؟ اینا چی بودن؟ من داشتم میمردم. رکورد داشت واسهش قطع میشد. این چه وضعیه؟ آره دو تا شب بعدی میذاریم برای بعد. دو شب تو این ویدیو رفتیم. خوشتون اومده باشه یا نه لایک کنید جون مادرتون. من دارم سکته میکنم. قلب من ضعیفه. و آره لطفا لایک کنید، کامنت بذارید و یوتیوب هم لینکشو اگه تونستم میذارم چون که فعلا نتای ایران به فنا رفته و همون موقع دارم ویدیو میگیرم. و ببخشید که نتونستم فرم چیو بذارم ولی بانبان داره میاد. ولی اگه دوست داره بانبان من بذارم براتون و این چه به جز بانبان ویدیو دیگه بزنم چون که میخوام بانبانو بزنم. بانبان دو پولی میخواد چون اولی فری رایگانه. و آره اگه حمایت کنید سری براش هم میخرم میذارم. و آره لایک کنید. معدم داره به فنا میره. آی فعلا خدافظ.